سلام بچه ها، من امیرم از کانال کانتنت فیلد و اینجا میخوام بهتون آموزش بدم که چجوری یه تامنیل خوب رو توی 3 دقیقه درست کنین، حتی کمتر هم میشه. خب برای شروع بچه ها شما نرم افزار اینشات رو دانلود میکنین. خب نرم افزار اینشات رو که دانلود کردین وارد نرم افزار میشین، اون قسمتی که زده عکس، قسمت عکس رو انتخاب میکنین. در ادامه میزنین مثلا جدید، قسمت اضافه کردن و جدید رو میزنین، به علاوه داره، اینو میزنین، وارد میشین. یه عکس از خودتون اول انتخاب میکنین، حالا یه عکس از خودتون یا هر عکس دیگه ای که میخواد، ولی خب عکس از خودتون باشه بهتره که شناخته بشین و دیده بشین. خب بعد اینجا میاین توی قسمت این پایین، یه قسمت داره به اسم برش. اون قسمت رو میبینید دوتا آدمک داره، قسمت برش رو میزنین، اینجوری میشه. خودش برش زد، تصویر خودتون رو آورد بیرون. یه دونه تیک اون گوشه داره، الان براتون یه خط میکشم. این تیکه رو میزنین، تیکو که زدین ببینید تصویر خودتون در اومد. چقدر قشنگ خوشگل. حالا این قسمت که اوکی شد، اون بالا زده صادرات، اونو صادرش میکنین، سیو میشه. اینجا ویدیو، اینجا عکس سیو شد. خب عکس سیو میشه. حالا میریم چیکار میکنیم؟ برمیگردیم این قسمت عکس رو میزنیم، اون عکس اصلیه رو انتخاب میکنیم. اینجا میایم چیکار میکنیم؟ اینجا میایم هر چند تا عکسی که دلمون میخواد میندازیم رو تصویر. بک‌گراندمون اینه. حالا شما هر بک‌گراندی که دوست داشته باشی میتونید انتخاب کنید. من دقیقاً تامنیل اولی که اومدم درست کردم و براتون ویدیو کردم، گفتم همین ویدیو کنم به عشق بچه‌ها. حالا اینجا رو ببینین، دقیقاً کانال کانتنت فیلد، نگاه اینجا نوشته برچسب، اینو که زدین برچسب رو میزنین بچه‌ها. بعد اینجا انتخاب میکنین دیگه. این چند تا رو قبلا من انتخاب کردم، میتونین از قسمت به اضافه و اضافه کردن بزنین و هر کدومی که دلتون میخواد چی اضافه کنین. حالا اینجا من میام یه چند تا برای خودم انتخاب میکنم، میبینید مثلا بالا خط کشیدم، مثلا 3-4 تا انتخاب میکنم، 3-4 تا انتخاب میکنم، میام اینجوری میذارم. بعد این سایزش رو تغییر بدین، جهتش رو کج کنین، راست کنین، هر طرف که دلتون میخواد بذارین، اینور بذارین اونور بذارین، هر جا دلتون میخواد میذارین. ببینید به این صورت. حالا یکم ویدیو میبریم جلو، سرعت ویدیو رو یکم میبرم بالا که سریعتر اتفاق بیفته. ببینید بچه‌ها چند تایی داریم میذاریم. آره اینو تنظیمش میکنیم قشنگ. بیا حتی برعکس هم میتونه بشه، حالت آینه داره. یعنی چپو داری نگاه می‌کنی، میتونی یه کاری کنی راست نگاه کنی، با انگشت راست داری بالا رو اشاره می‌کنی، میتونی اون دکمه آینه رو بزنی که با انگار داری چپ اشاره می‌کنی. ببین این به این صورت میشه. به همراحتی.